شخصی میره فکر شخصی این مهاجرایی که ما داشتیم در روسیه چون دولت روسیه اگر با اون دولتایی که مهاجرایی که در دولتش کار میکردن یه اجازت دلار برآوردن ندادستیان و پول روسی برآوردستیان برای همین دلار با توریستان کم وارد شدستیان برای که میشه که هر سال قریب 2 میلیارد تا 3 میلیارد پول مهاجرایی که مثلا با بانک‌ها که میدر اومد بانک‌های تاجیکستان میتوانستن که هر کاری که سرمایه را بخواه برای خورشیدی را که مثلا میخواستن میکردن با پول روسی که در اومده با پول روسی که در اومده دلار در بانک در اومده تاجیکستان کم وارد شدیسته یکی از سبب‌های بلند شدن همین دلار اولش همینه. همین خودتون همین روزانه پیش چقدر دلار جمع میکردید در یک روز؟ حاضر چی؟ پیشترها هم مثلا ما تو مثلا 1000 تا 5000 دلار اگر که میگرفتیم این روزو بعد اصلا کاری عبود مثلا چیزی من بلیت گرفتن مردم مثلا کسی روسیه که میروند در کسی مردم هم یه طرف روسیه کم رفتیستیان مثلا که میروند میگردوننشون روسیه گفتم مثلا بلیت کم گرفتیستیان بعد یه همین کاری ما هم خیلی پس دیگه دلار هم دیگه کم اومده است مثلا اگر بیشتر تو 5000 تا 6000 دلار هم میگرفتیم امروز اگر مثل باور کنی از سالی 1000 دلار من نگرفتم وقتی من 1000 دلار که نگرفتم امرای منم دیگه ابمینی هم مثل 1000 دلار یا 500 یا 500 دلار گرفتیان یا 10000 دلار گرفتیان پیشتر 4 5 6 هفته میگرفتم مثلا 1000 دلار 500 دلار که میگیرم دیگه اون طلباتی که اون مردمی که دلار میخره اون رو اجرا کردن نمیتونی برای چی؟ برای که مثل 500,000 دلار که من میگیرم برای اون مثل 5000 دکار برای بیزنس میره 10,000 دلار دکار او کاری رو بود کردن نمیتونی برای کاری رو بود کردن اون مردم چند اربینی پون برای ما بخره همه خیلی خرید بسیار از اومدن دیگه خریدار که زیاد کشید دلار طلبش که زیاد کشید دلار در کوچه کم همین سبب همین خیستن گیریم مثل این ابمینوی پون دلار نمیخیزونن دلار خیلی همون بیزنسمین میخیزونن که در گرده ابمینی پون میزنن بچه خودتر میخیزن بخاطر که دستی ابمینی پون میرون که میشه خیلی که امروز که مثلا که من 1000 دلار گرفتم طلبات مثلا اجرا کردن نمیتونم اون پیشی من میگه که من دلار ندارم پیشش میرم ندارم فکر میکنه که ما دروغ میگیم دلار نمیفروشیم بعد مثلا من میگم مثلا چند میفروشیم من مثلا میگم 40 یکی ندارم پس دیگرش میرم میگه 40 یکی ندارم بعد سنگیرش نمیرم میگه 42 تیم میخرم یا 45 تیم 43 تیم میخرم حالا که دلار خرج 40 سه چور داشت که جلو کردن که نتونی جلو طلبتون جلو نشه میگه 43 تیم من میخرم دیگرش میگه که بو نمیام اوشی از سومون زیاد میمونه بیوین مدام تینیخه من میخرم همین سبب خیستنش هم میامه